چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافد نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا. چه دانم من دگر چون شد، که چون غرق است در بیچون. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. سلام، درود و مهر. 25 مهر ماه برابر با 17 اکتبر، شبی دیگر از این شب‌های جانانه مراقبه در ماه مهر. درودم رو بپذیرید. امیدوارم که همگی شاد و سلامت باشید. دلها سرشار از عشق، جانها بیدار و راه روشن. مطمئناً آنچه که در جهان پیرامونی ما میگذره ساده نیست که ما درش حال خوشی رو داشته باشیم، در جایگاهی که بر اساس آنچه در دلمون از مهر، از عشق متصوریم، از نیکویی متصوریم، وقتی میبینیم که تیرگی، قساوت و آن بخش‌های نفسانی وجود انسان چه ها به روزگارش میاره و چه دنیای تاریکی رو پدیدار میکنه، سخته با توصیه‌های زیبا برای خوب بودن، برای مثبت بودن، برای شاد بودن نمیشه تنها از جایگاه دانستگی خوب باشیم، بخندیم و لذت ببریم از بودنمون. باید جای دیگر در وجودمون پیدا بکنیم که مستحکم باشه، جای دیگر که درک بکنه در این مسیر تکاملی انسان از پس همه این تاریکی ها روشنایی زاده میشه. درس های سلوک در همه این درک هایی است که از رنج هایی است که نادانی و جهالت برای بشر به وجود میاره و در این مسیر تکاملی در طی هزاران سالی که تمدن ها شکل گرفتن، همه اینها آزمون هایی است که بر سر راه انسان بودن یا بهتر بگیم انسان شدن قرار میگیره. چگونه ما میتونیم از ایگوی خودمون فاصله بگیریم، از بازی‌های این ذهن شرطی شده دور بشیم و در جایگاهی از وجودمون که چشمه آب حیوان، چشمه زندگانی، لطافت وجود روح هستش بتونیم قرار بگیریم، بتونیم همدیگر رو دوست بداریم، بتونیم به جهان پیرامونیمون عشق بورزیم، بتونیم در جهان پیرامونیمون نسبت به تمام آنچه که خلقت پدید آورده شکرگزار باشیم و بدونیم که هستی با همه جلوه ها و تفاوت هاشی که هستی میشه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ما مسئولیم. این مراقبه ها فقط مسکنی نیست برای اینکه ما آسوده باشیم و
آرامشی پیدا بکنیم تا بتونیم که تنها خودمان را در بیابیم. خیر، اگر حال خوشی از این مراقبه ها میگیریم، اگر این انرژی جمعی میتونه در پیوند با هم دیگه وجود ما رو در بخش متعالی وجودمون قرار بده، در بخش روح ما قرار بده، ما از این برکاتی که دریافت میکنیم باید مسئولیت خودمون رو نسبت به آنچه که داره زشتی و تاریکی میآفرینه بهتر درک بکنیم. بله، آنچه که در توانایی ما هستش از دایره پیرامونی ما شروع میشه، از خانوادهمون، از دوستانمون، از جامعه‌ای که باش تعامل داریم. بتونیم نگاه به سوی بیداری، نگاه به سوی روح، نگاه به سوی حقیقت وجودی رو در دیگران بر بیانگیزیم. سعی کنیم نگاهمون به زیبایی ها باشه، نگاهمون به پاکی باشه، به نیکی باشه، به دانایی باشه و این نگاه رو برش مستمر باشیم. همونجور که در تعریف عشق آگاهانه در طی این مسیری که با هم در این یک ماه طی کردیم برشمردیم، ما باید دیسیپلین داشته باشیم، باید نظم داشته باشیم در بیدار بودن. ما باید در جایگاه وجودیمون این شعله اشتیاق رو همیشه فروزان نگه داریم، ناامید نشیم. ما بدونیم که ما شاهزاده‌ای هستیم که باید در جایگاه پادشاهی خودمون قرار بگیریم. ما نیومدیم که در این دنیای صورتها، در این جهانی که در این محدودیت هاست، خودمون رو فراموش کنیم. ما به یاد آوردن خودمون رو در حقیقت در همین دنیای صورتها به کار میبندیم تا دنیامون رو به جای بهتری تبدیل کنیم. ما باید متمرکز باشیم. آنچه که در پیرامون ما از چیزی حکایت میکنه که ذهن ما رو درگیر میکنه و ما رو دچار فراموشی میکنه که از مسئولیت و مأموریتی که روحمون قرار بوده در این جهان تجربه بکنه عاجز بمونیم و از یاد ببریم، اینجاست که چیزی نادرست اتفاق میفته. ما باید متمرکز باشیم بر این که ما مسئولیم در مقابل دنیامون، از جهان پیرامونیمون، از محیط زیست، حیوانات و انسانها، از گیاهان، از طبیعت، از همه چیز. ما در جایگاه خدایی وجودمون باید همونجور که خلقت و آفرینش با عشق انجام شده نگاهبانی بکنیم، نگهداری بکنیم و در آخر باید شکیبا باشیم. شکیبا باشیم بر اینکه میوه باید برسه. اگر که در جهان پیرامونیمون انتظار داریم که همه چی گل و بلبل بشه و گلستان بشه، قبل از اینکه خرد حاکم بشه، قبل از اینکه آگاهی حاکم بشه، انتظار بیهوده است. باید صبر کنیم تا این مسیر قدم به قدم در تمدن، در آفرینش بشر به سمت و سوی حرکت بکنه که انسان‌ها بدونن در جزیره تنها زندگی نمی‌کنن، متصلن. هر درد و هر غم و هر رنجی که برای این جهان به وجود بیاد، درد و غم و رنج ماست و هر شادمانی و خوشی و گشایشی که اتفاق میفته باز هم متعلق به ماست. ما متصلیم، ما قطره‌ای هستیم از این اقیانوس عشق و رحمت الهی. گاهی اوقات فراموش میکنیم آن کلی که ما بهش متصلیم و در فردیت خودمون جدا میفتیم و در این جدا افتادگی میترسیم، در این جدا افتادگی مغرور میشیم، در این جدا افتادگی در نفسمون، در ایگومون گم میشیم. اما وقتی مجدداً به یاد میاریم با این مراقبه ها، با این حضور داشتن ها که ما متصلیم به یکدیگر و به همه آحاد طبیعت، آحاد زندگی، از جماد و نبات و حیوان گرفته تا زمین و کائنات، اون موقع است که قدرشناس میشیم و مسئول. زنده باشید. مراقبه خودمون رو ادامه میدیم و امشب نیز برگی دیگر بر این دفتر مراقبه این ماه هست و براتون برکت میطلبم. میتونید تصاویرتون رو ببندید که راحت بشید. چشمها رو ببندید. ستون مهره ها رو صاف نگه دارید. کف دستان به سمت آسمان.
چند دم عمیق و چند بازدم عمیق داشته باشید. نفسها آرام و عمیق و بی صدا به درون برده بشه. مکسی بفرمایید. سپس آرام و عمیق و بی صدا نفس رو بیرون بدید. مجددا مکسی و به همین ترتیب چند دم و بازدمی رو با حضور تجربه کنید. در این لحظه اکنون ابدی نه گذشته‌ای وجود داره و نه آینده‌ای، نه افسوسی بر گذشته و نه بیمی بر آینده. تنها همین لحظه حال، تنها همین مراقبه، همین نفس. دم و بازدم، بودن و نبودن، هستی و نیستی. و انسان بیدار نظاره‌گر هر دو از جایگاه یکتایی. با چشم مشاهده‌گر درون خود رو ببینید که به مراقبه نشستید. عاشقانه به وجود مبارکتون نگاه کنید که در این لحظه اکنون ابدی چشم فرو بسته و در آرامش به مراقبه مشغول. لبخند بزنید و لبخند را بر چهره خود ببینید. سپاسگزار این کالبد باشید، این مسافری که مسیر زندگی رو در همه فراز و فرودهاش طی کرده و به این لحظه رسیده. چه رنج‌هایی که از سر گذرونده، چه شادی‌هایی که تجربه کرده، چه قصه هایی که در کوله بار خودش با خودش حمل میکنه. به راستی خودتون رو دوست بدارید. شما شاهزاده‌ای هستید که در این مسیر دشوار جانانه راه پیمودید و از این پس نیز این چنین خواهید بود. ذرات درخشان نقره فامی که گاه تلالوی فیروزه‌ای در میانشون دیده میشه، ببینید که در اطراف وجودتون چرخ زنانند. این ذرات هوشیار، این ذرات چابک و سرشار از انرژی با هر نفسی وارد وجود مبارکتون میشن و در سگانه ذهن و احساس و جسم به شما آسودگی و آرامش میبخشند. سر رو از افکار بیهوده و بازی‌های شرطی شده ذهن جدا میکنن. دل رو از مهمون ناخونده‌ای به نام عواطف منفی پاک میکنن و به جسمتون از فرق سر تا نوک انگشتان پا، هر جا دردی، خستگی، گرفتگی وجود داره، آرامش و آسودگی میبخشن. در این لحظه اکنون ابدی اندک اندک وارد مرحله ژرف‌تر در مراقبه‌مون میشیم. احساس کنید در تاریکی نشستید رو به افق.
و منتظر طلوع هستید. خورشیدی که میخواد طلوع بکنه خورشید روح شماست. حقیقتی تابناک که با طلوع خودش انوار اشراقی خودش رو در همه ساحت وجودیتون فروزان میکنه. از دیدن این نور، از این طلوع به وجد میاد، شادمان میشید. شادمانی کودکانه‌ای که روح بی هیچ قضاوتی تجربهش میکنه. احساس اتساع و گشادگی میکنید. هرچه این خورشید بزرگتر میشه و عظمت خودش رو جلوه‌گر میشه، شما به زیبایی روحتون بیشتر پی میبرید، به نیروی عظیمی که در وجود شماست که به ودیعت گذاشته از معشوق ازلی در وجود شما. با او به سخن بنشینید، صمیمانه، عاشقانه. به نام تو ای معشوق، به نام تو ای خالق، ای هر آنچه هست. به نام عشقی که از سوی تو از ازل تا به ابد جاری است و ما هستیم چون تو عشق می‌ورزی. و به نام انسان، این بهترین خلقت تو که نوری است از انوار وجود درخشان تو. انسان عاشق، انسان عاشق خردمند، انسان بیدار، وجودی که بر همه سختی های انسان شدن فائق اومده و راه دشوار سلوک رو طی کرده و آینه وجودش رو از هر منیت و انانیتی صیقلی کرده. آگاهیش بر بلندای قاف سیمرغی قرار گرفته و در آنجا نور یکتایی رو دریافت میکنه و بازتاب میکنه به جهان دویی، به جهان تناقض‌ها، به جهانی که گاه جهل و نادانی، تاریکی و غم می‌آفرید، جهانی که گاه ویژگی حقیقی روح یعنی عشق رو از یاد میبره. وجود انسان بیدار یادآوری است برای این مقام ارزشمند انسان. به یاد میاریم با این وجود که عشق چگونه است. چراغی است برای گمگشتگان راه. وجودی چون مولانا جلال الدین، وجودی چون پیر و مرشد و معشوق او حضرت شمس تبریزی که عاشقان زیستنشان درسی است برای همه ما پویندگان راه. پروردگارا، آرامشی عطا کن که آنچه را نمیتوانم تغییر دهم بپذیرم. شهامتی ببخش که آنچه را میتوانم تغییر دهم و خردی عطا کن که تفاوت میان این دو رو در جای جای زندگی بیاموزم. در این لحظه اکنون ابدی نام زیبایت را
نام با شکوه و باستانیت را، این موسیقی زیبای آفرینش را با هر نفسی زمزمه می کنم. باشد که با بیان آن به اقیانوس عشق و رحمتت متصل و جانم زلال کرده. آمین.
اندکی در سکوت، در حالی که بر نفس‌ها حضور دارید، در این حال باقی بمانید. برکت باشه. امیدوارم که مراقبه به جانتون نشسته باشه. غزلی که برای امشب از دیوان شمس باز کردن رو براتون میخونم. امیدوارم که پیامش براتون راهگشا باشه. بر روی صفحه میارم تا ملاحظه بفرمایید. جناب مولانا جلال الدین میفرماید: نشانی هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن. نشانی هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن. ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن، کشانش کن. برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب. بیا ای حاسد در مردی، نهانش کن، نهانش کن. از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم چون. بیا ای جان روزافزون، بیانش کن، بیانش کن. بیانش کرده گیر ای جان، نه آن دریاست و آن مرجان. نیارامد به شرحش جان، عیانش کن، عیانش کن. عیانش بود ما آمد، زیانش سود ما آمد. اگر تو سود جان خواهی، زیانش کن، زیانش کن. یکی جان خواهد آن دریا، همه آتش نهنگ آسا. اگر داری چنین جانی، روانش کن، روانش کن. هر آن کو بحر بین باشد، فلک پیشش زمین باشد. هر آن کو نی چنین باشد، چنانش کن، چنانش کن. برون جه از جهان زوتر، درآ در بحر پرگوهر. جهنده است این جهان بنگر، جهانش کن، جهانش کن. اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی، مپران تیر دعوی را، کمانش کن، کمانش کن. اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی، مپران تیر دعوی را، کمانش کن، کمانش کن. برکت باشه. برکت. برای شما برکت باشه. خیلی ممنون. خیلی برکت ممنون. باشه. مرسی، عالی بود. به خدای بزرگ میسپارمتون تا شبی دیگر. خدا نگهدارتون. خدا 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 حافظ. نگهدار از شما. مرسی، شب همگی بخیر. شب ممنون. همگی خدا شب نگهدار. همگی بخیر. خداحافظ. روز خداحافظ. همگی